به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم بینندگان بسیار گرامی قدر و ارجمند. هر یک شما را به شبکه نجم تیوی و برنامه پارچه ها از حیات بزرگان خوش آمدید و خیر مقدم میگویم. امروز قصه ما و شما درباره حق استاد و تربیه فرزندان می باشد. روایت میکنند که یکی از خلفای عباسیان، خلیفه هارون الرشید رحمت الله علیه، برای تربیه دو فرزندش امین و مأمون استاد انتخاب میکند و آنها را برای تربیه و تعلیم به دست استاد میسپارد و روزی برای خبر گرفتن از حال فرزندانش به خانه استادش روانه می شود. وقتی به خانه استاد نزدیک می شوند، همان لحظه در خانه استاد گشاده بود و چشمان خلیفه به درون خانه می افتد که استاد از جای خود خیسته ایستاده‌اند و پسرانشان امین و مأمون برای آوردن کفش استاد هر دو تلاش می کنند. یکی می گوید من کفش استاد را گرفته می برم، دیگری می گوید نه من می برم. و در نتیجه خلاصه به این اتفاق می کنند که یکیشان یک پای کفش را، دیگری یک پای دیگری کفش را به نزد پای استاد می برند و می گذارند. هارون الرشید از این منظره‌ای که دیدند خاطرشان جمع می شود و خلاصه برداری می کنند و به خانه استاد ندر آمده برمی گردند. و یک روز همراه استاد فرزندان خود با هم نشسته صحبت می کردند که خلیفه هارون الرشید به استاد یک سؤال می دهند. می گویند استاد، در نظر شما از همه عزیزترین شخص در روی زمین کی باشد؟ استاد در حال می گویند البته ای امیر المؤمنین، از همه عزیزترین انسان در روی زمین شما هستید. خلیفه مسلمانان امیر المؤمنین شما هستید. اما هارون الرشید می گویند نه، از همه عزیزترین شخص و از همه عزیزترین انسان در روی زمین همان نفری می باشد که برای آوردن و پوشانیدن کفشش انسانها تلاش ورزند و تلاش کنند. این لحظه بود که استاد به ذهنشان می آید همون حادثه‌ای که همون قصه‌ای که شده بود و یک کم خجالت می شوند. در حیرت می افتند که خلیفه از کجا خبر داشته باشند و کمی می ترسندم که خلیفه مبادا از این حالت و از این حادثه در غضب نآمده باشند و از من نرنجیده باشند. اما هارون الرشید از این دیده عاقل‌تر و داناتر بودند که بر استاد فرزندان خود خشم و غضب کنند یا از استاد رنجند. هارون الرشید اهمیت تربیه فرزندان را خوب درک می‌کردند که امروزها اکثریت والدین به تربیه فرزندان خود اهمیت جدی نمی‌دهند. خلاصه هارون الرشید استاد فرزندان خود را احترام و اکرام کرده می‌گسیلانند. این بود قصه کوتاه امروزه که بسیار عبرت‌آمیز است که حق استاد و اینچنین اهمیت تربیه فرزند را برای ما و شما تعلیم می‌دهد. خطاب من به والدین است. امروزها بسیار می‌بینیم که فرزندان ما و شما از تربیه، از اخلاق، از عرف و عادت‌هایی که گذشتگان صالح ما و شما را تربیه داده بودند دور شده ایستادند. فرزندان ما و شما را
تلفن و آینه نیلگون و یا اینترنت و دیگر چیزها یک شخصها، نفرهای مجهول و نامعلوم تربیه کرده ایستاده است. امروزها باید ما و شما در تربیه فرزندان خود اهمیت جدی داده باشیم و دعا کنیم که خداوند فرزندان را تربیه درست دادن هر یکی ما و شما را موفق گرداند و فرزندان هر یکی ما و شما را فرزندان نکوکار، فرزندان سالم و صالح گرداند و کند که در جامعه ما و شما فرزندان بوایه رسند که مثل این گذشتگان صالح ما و شما باشند. تا برنامه‌های آینده خداوند یار و مددگارتان باشد.